او دارای عناوین دبیر اول حزب کارگران کره، رئیس کل کمیسیون مرکزی نظامی، رئیس کمیسیون امور دولتی کره شمالی، فرمانده عالی نیروهای مسلح کره شمالی است. او در زمان به قدرت رسیدن با 27 سال سن جوانترین رهبر کشور در جهان بود. در این ویدیو همراه ما باشید تا در مورد رئیس جمهور دیکتاتور کره شمالی بیشتر آشنا بشیم و اینکه چرا ملت کره شمالی با وجود 10 قانون عجیب و غریب که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم آن را پذیرفتند. کیم جونگ اون در 8 ژانویه 1984 به دنیا آمد. وی در سال 1993 وقتی 9 ساله بود با نام جعلی پانکیون و به عنوان پسر یکی از کارمندان سفارت در کشور سوئیس وارد مدرسه شد. او سپس از سال 1998 که 14 ساله بود از سوئیس به مدرسه دولتی شهر کنیز آلمان رفت و تا سال 2000 که به صورت ناگهانی مدرسه را ترک کرد آنجا درس می‌خواند. کیم بعد از بازگشت به کشورش در سال 2002 که 18 ساله بود به مدت 5 سال در دانشگاه کیم ایل سونگ که یک مدرسه آموزش افسران نظامی هست شرکت کرد. در 19 دسامبر 2011 تلویزیون دولتی کره شمالی که ساعتی قبل خبر درگذشت کیم جونگ ایل رهبر اعظم این کشور رو گزارش کرده بود، اعلام داشت کیم جونگ اون پسر رهبر سابق با لقب جانشین بزرگ جانشین پدر شده است. کیم به شکل دیکتاتوری حکمرانی میکنه و انتخابات آزاد و عادلانه‌ای در کشور او وجود نداره. منتقدان حکومت وی تحت آزار و اذیت قرار میگیرند. رسانه‌ها توسط رژیم کنترل میشن. دسترسی به اینترنت توسط رژیم محدود شده و آزادی دین نیز وجود نداره. رژیم اون شبکه گسترده‌ای از زندان‌ها و اردوگاه‌های کار رو اداره میکنه که میلیون‌ها انسان رو زندانی کرده و به کشتن داده است. رژیم کیم مردم رو به جرایم سیاسی محکوم کرده و گاه اعضای خانواده مجرم سیاسی نیز مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. بر اساس گزارش سازمان ملل، کره شمالی تحت نقض سیستماتیک، گسترده و فاحش حقوق بشر زندگی میکنه و رژیم کیم جونگ اون به دنبال تسلط بر هر جنبه‌ای از زندگی شهروندان خودش هست. کره شمالی کشوری است که زندگی شهروندان در آن به کوچکترین درجه دیکته و تنظیم میشه تا اطمینان حاصل بشه که کیم جونگ اون در قدرت برتر باقی میمونه و در سراسر کره شمالی کنترل شدیدی را ایجاد کرده است. دولت کره شمالی سعی داره با هشدار به شهروندان خود آنها را از تمام مظاهر فرهنگی که در کره جنوبی رواج داره مانند مد، موسیقی و یا حتی مدل موها دور نگه داره. شهروندانی که از بقیه جهان منزوی شدند به کیم جونگ اون موقعیتی خداگونه دادن. 10 قانون عجیب در کره شمالی وجود داره که شکستن آنها تخلف جدی به حساب میاد. قانون اول اینه که مدل مو فقط باید طبق دستور دولت باشه. دولت با چنین رویه قصد یکسانی رو داره. آنها میخوان حتی در شخصی ترین مسائل زندگی مردم یک دست شوند. جالب اینجاست که 18 مدل موی مورد تایید دولت برای زنان و 10 مورد برای مردان وجود داره. قانون شماره 2 لبخند در سالگرد مرگ کیم ایل سونگ ممنوعه. از مردم کره شمالی انتظار میره که در یک نزدیکی مجسمه‌های رهبران احترام شدیدی از خود نشون بدن. هیچ کس نمیتونه آدامس بجوه، با صدای بلند صحبت کنه یا در نزدیکی مجسمه‌های رهبر رفتار پرهیجانی داشته باشه. قانون شماره 3 بدون اجازه دولت نمیتوان به پایتخت رفت. زندگی در پیونگیان، پایتخت کره شمالی، آسانتر از زندگی در حومه شهر است. اما مردم نمیتونن فقط چمدانهای خود را ببندن تا به پایتخت برن. برآورده شدن خواسته های آنها آنقدر که در دنیای عادی به نظر میرسه ساده نیست. قانون شماره 4 دولت رسانه ها را کنترل میکنه. شبکه های تلویزیونی بین‌المللی هیچ شانسی برای پخش در کره شمالی ندارند. دولت به شدت برنامه ها را کنترل میکنه و تنها 4 کانال تلویزیونی رسمی رو پخش میکنه.
تمام خانواده جنایتکار مجازات می شوند. این قانون شماره 5. وقتی دولت مجرم را مجرم شناخته به اردوگاه کار میفرسته. تمام خانواده فرد نیز دستگیر شده و به اردوگاه کار فرستاده میشن. قانون شماره 6 اینه که برقراری تماس‌های تلفنی بین‌المللی ممنوعه. در رژیم کیم جونگ اون اطلاعات نمیتونه به داخل یا خارج از کشور منتقل بشه. قانون شماره 7 میگه فرار از کشور ممنوع است. کسانی که اقدام به فرار میکنن نه تنها مجازات‌های وحشیانه‌ای دارن، بلکه خانواده‌ها و بستگان آنها نیز با مجازات‌های شدیدی روبرو میشن. قانون شماره 8 عدم دسترسی به اینترنته. استفاده از اینترنت در جایی که فقط به مقامات دولتی مجوز ویژه برای دسترسی به آن داده میشه به شدت کنترل میشن. جالب اینجاست که حتی آن مقامات نیز با محدودیت‌هایی به اینترنت دسترسی دارند. طبق گزارش سال 2016 کره شمالی تنها 28 وبسایت مجاز به فعالیت بودند. قانون شماره 9 فقط مقامات مرد دولتی میتوانند رانندگی کنند. برخی از مردم با ثبت نام خودروهای خود با عنوان متعلق به سازمانهای دولتی این قانون رو دور میزنند. و قانون آخر شماره 10 آیا می توانید کتاب مقدس را نگه دارید؟ نه، غیر قانونی است. تنها می توان کیم جونگ اون را به عنوان یک موجود الهی پرستش کرد و اگر شهروندی گرفتار داشتن کتاب مقدس بشه به احتمال زیاد برای اعدام به اردوگاه کار فرستاده میشه. در تاریخ 25 ژوئیه 2012 میلادی رادیوی دولتی کره شمالی برای اولین بار تایید کرد که کیم جونگ اون رهبر جوان این کشور همسری به نام ری سلجو داره. ری در 2012 چندین بار در مجامع عمومی ظاهر شد. گفته شده است او در حال گذراندن دوره PhD در دانشگاه کیم ایل سونگ در رشته علوم است. در سال 2013 شایعه‌ای مبنی بر این که او ستاره موسیقی پاپ است پخش شد و کسانی که این شایعه را پخش کردند اعدام شدند. رسانه‌های کره جنوبی گفتند که کیم دارای 3 فرزند متولد سالهای 2010، 2013 و 2017 است. فرزند اول پسر و فرزند دوم و سوم دختر هستند. کیم در چند ماه گذشته دخترش را به طور علنی به 3 مراسم مختلف برده است. اولی سایت پرتاب موشک، دومی جلسه عکس با متخصصان تسلیحات نظامی و سومی هم بازدید از یک تأسیسات موشکی بوده است. بین سالهای 2012 و 2016 کیم گسترده ترین پاکسازی در تاریخ کره شمالی را اجرا کرد. مدتی پس از به حکومت رسیدن در دسامبر 2013 وی جانگ سونگ تایک شوهر عمه خود را به خیانت متهم کرد و اعدام کرد. مؤسسه پژوهش راهبردی امنیت ملی کره جنوبی از اعدام 140 افسر عالی رتبه ارتش و سایر مقامات دولتی در جریان این پاکسازی خبر داد. کیم افراد جوانتر و وفادارتر را به خود جایگزین آنان کرد و رهبری این گروه از مقامات را خواهرش کیم یو جونگ در دست داره. در آوریل 2018 کیم جونگ اون در نشست حزب کارگران کره اعلام کرد آزمایش تسلیحات اتمی و موشک‌های برد بلند به حالت تعلیق در خواهد آمد و خطوط راهبردی جدیدی دنبال خواهد شد که محور آن را ساختن اقتصاد کره شمالی تشکیل میده. از اواسط آوریل 2020 خبرهای ضد و نقیضی از وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی پخش شد و برخی منابع خبری از اعزام تیم پزشکی چین به کره شمالی رو دادند. در خبرها آمده که در صورتی که اون قادر به انجام وظایف خود نباشه و قرار شود جانشینی برای وی تعیین گردد، این فرد میتواند خواهر رهبر کره شمالی باشد. وی رئیس کارکنان کره شمالی بوده و به تازگی نیز ارتقای رتبه یافته است.